نمیدونم شما چقدر میدونین من که چجوری ایران رو ترک کردم. من از ایران با رانندگی اومدم بیرون. از کدوم مرز؟ از بازرگان؟ بله. دکتر بختیار فراخوان داده بود برای راهپیمایی برای دموکراسی در ایران و از خیابون شاه از طرفای حافظ شروع شد، پیاده بعد میرفتیم به طرف میدون بهارستان. اونجا یه تانک گذاشته بودن که دکتر بختیار بیاد بالا وایسه و برای ما سخنرانی بکنه. حالا ما با چه دردسری، من به دوست کودکیم که از 14-15 سالگی باهاش دوست بودم و خیلی دوستش داشتم و میدونستم پای رفتن به اینجور جاهاست با من، زنگ زدم گفتم بیا با هم دیگه بریم که بریم تظاهرات در است؟ نه، برای دکتر بختیار، برای دموکراسی در ایران. دموکراسی یعنی اینکه ما همونایی بودیم که داد میزدیم بختیار سنگرتو نگهدار، بختیار سنگرتو نگهدار. و از قرار بود از خیابون شاه بریم. خب دوستم اومد دنبال من، ماشین که نمی بردیم چون میدونستیم نمیتونیم پارک کنیم، تاکسی میخواستیم بگیریم. از سر پل از نیاوران اومدیم تو سر پل ترجیش، به هر تاکسی میگفتیم خیابون شاه قژ میرفت، اصلا جواب ما رو هم نمیداد. چهارمی آدم حسابی بود، نگردش گفت امروز شما رو هیچ کی اونجا نمیبره، تظاهراته و من دارم میرم سید خندان، گله برین. گفتیم خیلی خوب. تا اونجا رفتیم، از اونجا دیگه ماشین گیرمون نیومد. آخر سر از پشت پل چوبی خودمون انداختیم طرفای یه جوری از توی خیابون شاه سر در آوردیم. دیدیم وسط خیابون هزاران هزار ایرانی شریف آدم حسابی شیک کردن، لباسای قشنگ پوشیدن، تمیز وسط خیابون دارن راه میرن. دو طرف خیابون درست لبه پیاده رو پلیسا با نقاب شیشه‌ای، سپر شیشه‌ای اینجوری دست همدیگر رو گرفتن، یه سپر درست کردن ما بین ایرانیانی که دارن میرن میدون بهارستان به خاطر دکتر بختیار برای آزادی در ایران و مسلمانای افراطی که توی پیاده رو بودن. من تو عمرم همچین چیزایی ندیده بودم. ریش مثلا تا کمر با دمپایی لا انگشتی، بعد خانماشون همه توی چادر پیچیده بودن، دستشون در بودن، فوش میدادن به ما، خراب و فلان. اصلا فوشای عجیب غریب. بعد من و مهدی که اومدیم توی خیابون شاه، من اوزاره که دیدم گفتم بریم وسط. گفت مگه نمیبینی پلیس وایساده؟ من رفتم آستین پلیس رو کشیدم، گفتم آقا ما با ایناییم. دو تا پلیس دستشون کردن بالا، من و مهدی رفتیم تو جمعیت عین ساردین اینجوری رسیدیم میدون بهارستان. دکتر بختیار گفتش که شروع کرد با این شعر و نذاشتن تموم کنه. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست. یکی از سطح چپ گفت شاه فلان شده رو میگه، فوشای بعد. من برگشتم ببینم کیه که یه همچین بی‌تربیتی داره میکنه. برنگشته دیدم آسمون شد پاره سنگ، آجر اینا به خودشون آورده، آجر شکسته. همونجور که برگشتم دیدم یه چیزی اینجام سوخت، بعد چش چپم آب رفت توش، بعد اومد تو دهنم تلخ بود، فهمیدم خونه. برگشتم دیدم جمعیت دارن میکشن میرن که از میدون بهارستان بیان بیرون. خیلی هم سخته برای اینکه مجلس اون وسط، این برام کوچه پس کوچه است. همینجور جیغ، شیون، فریاد، رسما ما رو سنگسار کردن. من برگشتم، مهدی فقط من گفت به طرف ژاله. دویدیم تو کوچه پس کوچه های ژاله. خونه های اونجا هشتی داره، از اونها که میری تو هشتیه. یه جایی احساس کردیم که دیگه خسته شدم، گفتم مهدی خسته شدم، گفت بپیش تو هشتی. رفتم تو هشتی، چسبیدیم به دیوار. نگاه کردم دیدم یه دختری با روسری نشسته اونجا. گفتم تو دیگه برای چی اینجا؟ تو از چی میترسی؟ برگشت گفت من فدای خلقم، از من تو عمرم همین چیزی نشده. گفتم خیلی خوب. دویدیم رفتیم. حالا همینجور داره سر من خون میاد. رفتیم دیدیم توی ژاله آمبولانس گذاشتن، حد زده بودن که شروع میشه ممکنه اتفاق بیفته. خانمی که نرسی که سرمون بخیه میزد 12 تا 11 تا بخیه. او مای گاد. این هیچی هم نداشتن، درد مثلا برای درد و اینا بزنن. 11 12 تا از اینجا شکست تا اینجا. شانس آوردم نمردم. بعد خانمی گریه اش تو چشاش بود، ولی من اصلا عصبانی داغ. من از این مملکت میرم جایی که هموطنم میخواد منو بکشه، سنگسارم کنه. ما برگشتیم به عهد بربریت. واقعا از بازوی نحیف من و امثال منم این انقلاب صادراتی، انقلاب خودجوش از بیرون صادر نمیشه، از پس من برنمیاد.
تصمیم گرفتم برم تا اومدم مطرح کنم قضیه رو. دکتر بختیار تمام فرودگاه رو بست. بعدها توضیح داد 3 روز به خودش وقت داده که فکر کنه، چون گفته بودن که آیت الله با ایر فرانس میخواد بیاد. ببین چی بود، نمیخواست با هواپیمای ملی ایران بیاد. وقتی هم که میرسه میگن که یه مسلمون بفرستیم بالا، آقا دست هر کسی رو نمیگیره بیاد پایین، رد میکنه. وای چقدر این دست فرانسویه رو گرفت اومد پایین. بله دست مهماندار هوا. نمیگه اینو یادمه ولی چرا گفت نمیخوام. واو. خب تعریف کن، خب چی شد خلاص بعد دیگه بخیه رو زدن، ما اومدیم خونه. تا بیام فکر کنم دکتر بختیار فرودگاه رو بست، میخواست به خودش وقت بده فکر کنه با خمینی چی کار کنه. بعد من گفتم من زمینی میرم. همه گفتن دیوانه ای. گفتم نه، شما متوجه نیستین داره چه اتفاقی میفته. یکی یه جایی برای ما یه تصمیمی گرفته و من اصلا نمیخوام بمونم. دیگه غروب شد، ما صبح رسیدیم، خورشید داره طلوع میکنه، رسیدیم مرز، غروب داریم میایم بیرون، داره غروب میکنه. من همینجوری که مرز پشت سر گذاشتم، یه خورده سربالاییه، داشتم میرفتم، خورشید داشت غروب میکرد. توی آینه جلو نگاش کردم، گفتم وای من دارم سرزمین حافظ و سعدی و رومی و مولانا رو پشت سر میذارم. وای تمام اون کوچه پس کوچه های کودکی رو دارم پشت سر میذارم. بعد خورشید رفت، دنبالش رفتم تو آینه بغل، دیدم. بعد یهو به خودم گفتم یواش نکن، ماشینای پشت سر اذیت میشن. یه دفعه نگاه کردم دیدم هزاران ماشین یواش کردن، همینو داشتن، همشون داشتن غروب ایران رو تماشا میکردن. ولی جالب اینجا بود، از وقتی که پام رسید به لندن، ماشینم رو فروختم، جوابم رو فروختم، رفتم دانشگاه، همیشه حس کردم که من خوشبخت بودم و فرزند خوانده این مملکت هستم که درش وارد شدم. It's adopted child. yes. از همون روز اول. و اگه متوجه شده باشین، بچه خود آدم نباید به آدم ثابت کنه که آدم رو دوست داره، عاشق آدمه، ولی بچه خونده آدم باید ثابت کنه، میخواد ثابت کنه که من دوست دارم، من به تو وفادارم، من درست باقی میمونم، من پیشرفت تو رو با پیشرفت خودم یکی میکنم. هنوزم همین حالت رو دارم، فرزند خونده این مملکتم.